احتمال زیاد با توجه به تامنیل ویدیو فهمیدید که می‌خوایم درباره چی صحبت کنیم. درسته، قرار در مورد ویچر 4 صحبت کنیم. تا الان از این بازی 2 تا تریلر منتشر شده که قرار با توجه به این 2 تریلر اطلاعات از بازی قبل از عرضه کسب کنیم. پس لایک و ساب رو بکوبید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیو گذاشتم مطلع بشید. داستان بازی حول محور سیری میچرخه که در تلاش تا به عنوان یک ویچر حرفه‌ای شناخته بشه. در ابتدای بازی او در روستای استرامفورد با یک مراسم تاریک روبرو میشه که مسیر داستان رقم میزنه. این روایت به بررسی هویت، سرنوشت و انتخاب‌های اخلاقی میپردازه و به بازیکنان امکان رو میده که تصمیمات مهمی بگیرن که بر روند داستان تاثیرگذار خواهد بود. در رابطه با گرافیک بازی، اول باید بدونیم که بازی با موتور آنریل انجین 5 داره ساخته میشه و به خاطر همین از جزئیات فراوانی برخورداره. البته چیزی که ما داریم از تریلر دوم میبینیم صرفا یک تیچ دموی گرافیک روی PS5. جالبه بدونید که این بازی پروگرافیک روی PS5 معمولی به صورت 60 فریم در حالی که ری تریسینگ هم فعال توانایی اجرا داره. حالا چه چیزی گرافیک بازی رو خاص میکنه؟ با توجه به استفاده از فناوری‌های مثل نانایت، لومن و غیره، بازی جزئیات فوق‌العاده‌ای در مدل‌ها و زره‌ها و به خصوص اسب در بازی داره. همچنین هنگامی که سی در محیط در حال حرکت، برخورد او با NPC‌ها خیلی طبیعیه. البته از فیزیک مو و اسب و گیاهان هم نمیشه گذشت. عضلات پا و شکم اسب هنگام راه رفتن مشخصن. زین و تجهیزات اسب با فیزیک مستقل حرکت می‌کنند و صدای پای اسب در سطوح مختلف متفاوته. گردن و گوش‌های اسب نسبت به محیط واکنش دارن. همچنین گیاهان هنگام عبور اسب خم میشن و رد و پا در برف باقی میمونه و نور آفتاب هم به صورت پراکنده از روی سیری و اسبش بازتاب پیدا میکنه. عرضه بازی هنوز تاریخ دقیق نداره، اما تایید شده که تا قبل از 2026 عرضه نمیشه. پیش بینی شده تا 2027 تا 28 بازی عرضه میشه. ممنون که تا آخر تماشا کردید. فعلا تا ویدیو بعدی.